سلام دوستان، خوش اومدید به کانال بتمن کرافت. امروز اومدیم تو این ویدیو تا یکی از ارورهای رایج داخل بازی جدید رو رفع کنیم و امروز می‌خوایم بریم سراغ بازی EA Sports FC26 و می‌خوایم بریم سراغ ارور cannot start the novo service. همونطور که میدونید الامیگو کرک هایپروایزر این بازی رو منتشر کرده و برای خیلی این ارور پیش اومده. حالا برای خود من هر وقت سیستم خاموش روشن میکنم و میخوام بازی رو اجرا بکنم این ارور پیش میاد. حالا بزنید بهتون نشونش هم بدم. همونطور می‌بینید این ارور cannot start the novo service رو میده و امروز اومدیم تا با یک راه حل خیلی ساده و آسون این مشکل رو رفع بکنیم. فقط این نکته رو بهتون بگم که هر دفعه که حالا برای من اینطوری که هر دفعه که سیستم خاموش روشن میکنم باید این روش رو انجام بدم تا بتونم بازی رو به درستی رام بکنم. حالا روش چیه؟ میان داخل محلی که بازی رو نصب کردید یه ذره اسکرول کنید بیاد پایین، زیر فایل آنینستال یه فایل هستش VBS، این رو ران از ادمنستریتور کنید. پنجره اولی که براتون باز شد دکمه 1 رو کیبوردتون فشار بدید تا تنظیمات کرک رو هایپروایزر روی بازی اعمال بکنه. وقتی که رسید به صفحه دوم بهتون میگه که باید ویندوزتون رو ریستارت کنید. خب دوباره دکمه 1 رو بزنید تا همین الان هم وقتی که دکمه 1 رو زدید ویندوز رو ریستارت کنید. حالا فقط یه نکته هستش، وقتی که ویندوز رو ریستارت میکنه درست ریستارت نمیشه و یک همچین صفحه ای رو نشون میده وقتی که داره روشن میشه. دوباره وقتی که به این صفحه رسید خیلی راحت دکمه F7 رو روی کیبوردتون بزنید، ویندوز به راحتی اجرا میشه و بازی رو بعد ران از ادمنستریتور بکنید. حالا من خودم ویندوز رو ریستارت میکنم، برمیگردم تا بهتون نشون بدم که به درستی بعدش بازی اجرا میشه. خب دوستان ویندوز رو ریستارت کردیم و حالا برگشتیم بریم که بازی رو اجرا بکنیم تا مطمئن بشید که بازی به راحتی و درستی اجرا میشه. فقط قبل از اینکه بازی رو اجرا کنیم دو تا نکته بهتون بگم. یکی این هستش که برای اینکه بازی بهتر اجرا بشه و مطمئن بشید، یکی اینکه هرچی برنامه دارید باز هستش توی دسکتاپ و پس زمینتون ببندید. حالا چه این پایین باشه چه این فلشه، هرچی برنامه غیر ضروری هست ببندید و قبل از اینکه بازی رو اجرا بکنید هیچ دسته‌ای، حالا دسته پلی استیشن یا ایکس باکس فرق نداره، وصل نکنید تا با بازی تداخلی نداشته باشه. حالا بریم که بازی رو اجرا بکنیم تا شما مطمئن بشید که به راحتی و درستی اجرا میشه. خب یه توضیح دیگه هم برای این ارور بدم برای دوستانی که کارت گرافیک RX 580 تا 590 دارن و بازیای مثل فورزا که نیاز به ورژن درایور 2310.1.14 داشته، کارت گرافیکشون رو دانگرید کردن به این ورژن. اصلا نگران نباشید، اینجا اوکی بزنید، هیچ تاثیر خاصی هم رو پرفورمنس بازی نمیذاره و به راحتی بازی اجرا میشه. بله همونطور که میبینید به راحتی بازی اجرا میشه بدون هیچ ارور خاصی. حالا بریم یه گیم پلی هم داشته باشیم که دیگه شما 100% مطمئن بشید که بازی به راحتی و درستی اجرا میشه. This is the one, a showdown you won't want to miss. Two top teams both fighting for supremacy. Hello, wherever you happen to be. Welcome to Catalonia. Welcome to Barcelona. I'm Derek Ray, and joining me to provide expert analysis. همونطور که می‌بینید بازی هم حتی اجرا میشه و گیم پلی هم میتونید داشته باشید. خب دوستان مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودیم. به آخر ویدیو رسیدیم و تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار.